ها امروز ملاحظانه گیجه یک گیج میگویم یک گیج میشنوی یک گیج میشوه اون میشود خودش گیج اون هم بر سر دعوا مرافعه مقام مزما دعوا مرافعه مقام مزما با اون مقام مزما میگفت من اینه میخواهم اون میگفت این پدر منه من الان چی؟ مثل من بایم چقدر با شد من بایم چقدر با داره یه جای با اضافه افتاده خلاصه من که خودم بچه بودم نفهم گاماز بودم یک نفهم گاماز میگویم یک نفهم گاماز شنیده میکنه همشه عرضه میکردم که بابایم بمیرد که ارث او به من میرسد اما بزرگتر نرخه شدم حوزه چی رفتم خجالت کشیدم این چه عرضه که بابایم بمیرد که ارث او به من میرسد دیگر عرضه میکردم که اونو با ماشین بزنند بکشند که هم ارثش را بگیرم هم دیه اش را بگیرم یعنی اقتصاد سرم میشد که مقام مزما میگوید که نمجهات اقتصادی میکنه علیه چی نمیکند بدبختی بنوا بسیجی تو اونجوری منه نگاه نکن بدبختی پرونده تو دست منه تو همانه که با قطر بیرفتی مشهد بعد اون که روبروی تو را صندلی نشسته بود داخل گوپه به او میگفتی که زیارت قبول از مشهد برمیگرده آخه بدبختی بنوا از کجا میدانه از مشهد بیاید شاید زودتر سوار میشود و شاید از افغانستان بیاید شاید پیش اون بنی لادن آمده باشد به مقام مزما کار داشته باشد زهلم گتمش اصلا تو بره بمیر که به محیط زیستم خوب باشه ondan sonra استکبار اون روز دیدم که این قاسم سلیمانی'ni تحریم کرده بوده یتیم کرده بوده سکا کرده بوده خودش بگو خجالت هم آخه خوب جسمه اون بدبختی به نوارا اینجوری خش بر سر نگاه نکن اون برای خودش گوله گول که میگویم نه اون گول که آدم میخوره ها اون یکی گول که آن گول آدم را میخوره البته آدم هم هست که گول میخوره پس فیروزآبادی چه غلطی میکنه دهن منو باز نکن ها بدبختی بنوا فیروزآباده همانه که میخواست وزن کم بکند میرفته روی ترازو شکمش را میداده تو نفس میکشیدی میگفتی ببینم چند کیلو شدم آخه اینجوری وزن کم نشان میدهد گاماز به جای اون قشنگ یک پایت را میگذاشتی روی زمین یک پا روی ترازو نصف وزنت در یک چشمک برهم زدن کم میشه خلاصه کجای کار بوده؟ ملا حسن نمیگفتی که گیجی چون که از اون طرف اون دفعه اون چیز گرفته اون چیز احمدی نژاد به من داد روی سینم میداد داده میتکال داده چی داده؟ میدال داده از اون بر اون به من اون داده از اون بر به مقام مزما پارس کرده وقت کرده اون دعوت ملا حسن گیج کرده و سلام نامرسان تمام